شکستاندن گردن کودک 15 ساله افغان در کشور اسلامی جمهوری ایران به خاطر یک لقمه نان. آواره و سرگردان از کشوری مثل افغانستان. آیا شما خود به کشورهای دیگر مهاجر نیستید؟ آیا شما ایرانی هایی که امروز به جرم مهاجر بودن و بیوطن بودن افغان ها را توهین و تحقیر میکنید؟ خود شما در کشورهای دیگر اروپایی مهاجر نیستید؟ آیا شما هایی نبودید که از کشور جمهوری اسلامی ناراض بودید؟ آیا شما ها از کشور خود، از حکومت خود ناراض نبودید؟ امروز یک کودک به جرم از اینکه خانه نداره، کاشانه نداره، آواره و